معجزه؟ تا فردا صبح راجع قرآن من حرف بزنم. این کتاب واداره به تعظیم میکنه. خدا در مورد ستاره داره صحبت میکنه. حالیشون فرمودن میگن فلا اقسم بالخنس، قسم به چی؟ به اون ستاره‌ای که دیده نمیشه. ستاره که اصلا باید دیده شه که نه، این یه ستاره اصلا دیده نمیشه. وسواس خناس شنیدید؟ یعنی اون وسوسه کننده که دیده نمیشه. منظور کیه؟ شیطان. من شر الوسواس خناس. خنس یعنی ته خناسا، ابدا دیده نمیشه. الجوار حرکت هم میکنه، جاری. الکنس کنس هم هست. کنس یعنی چی؟ همیشه جمع میکنه. عربا به جار و برقه میگه مکنسه، میگه مثل جار و برقه. کنس عادی نیست، کنسه، ته کنس، همه چیزو میبلعه. ستاره‌ای که دیده نمیشه هرگز، همه چی رو میبلعه، حرکت هم میکنه، جاذبه هم داره، سیاه‌چاله فضاییه. برید یه جا دیگه بر من پیدا کنم کجا گفته. معجزه نیست، بعد چیه؟